ادامه مبحثمون تو پایتون میخواییم پی بگیریم. ما فصل سوم هستیم. خوشحالم که خدمتتون هستم و فصل سوم اینجا میشه بچه‌ها. تا کدوم صفحه توضیح دادیم؟ کار با رشته ها رو گفتیم. رسیم به این صفحه. بله 64. بله خب اینجا که تبدیل رشته به لیست و بالعکس. برای تبدیل رشته به لیست لازم است طول رشته را مشخص کنیم. قبلا صحبت کردیم با تابع لنز میتوان تعداد حروف داخل یک رشته را به دست آورد. برای مثال دستور پرینت لن پرانتز باز پایتون عدد 7 را برمیگردونه. 1 2 3 4 5 6 و 7. میبینید به تعداد حروف داخل پرانتز بر ما عدد برمیگردونه. این به ما کمک میکنه که بدونیم اگر حلقه فور میخوایم استفاده کنیم چند تا کاراکتر جلو بریم. این تصاویر بالا هم که این ممرزه خوش رو که بعدا این شکلی میخواد بشه. میگید نه حالا بعدا خواهید. حتی بقیه‌تون رو همین آرزو رو دارید. امیدوارم که بشود. خب خروجی برنامه‌ریزی چیکار میکنه؟ با هم ببینیم. بگید آ مساوی است با سلام. این چیه؟ یک لیست دیگه در واقع. سی مساوی است با لن آ چند برمیگردونه؟ بی مساوی است با سی ضرب داره. یعنی چی؟ یعنی سی که یعنی همون 5 تا دیگه. 5 تا جای خالی لیستی برامون درست میکنه. 5 تا جا داره که فعلا خالی، یعنی یه لیست 5 تا ایجاد میکنه. for I in range C از 0 تا 5 میره جلو. میگه B آیامین خونش برابر است با C آیامین خونش. یعنی چی؟ پس الان یه لیست تو لیست B خونه صفرمش چی قرار میگیره؟ C. ببین اینجا for I این رنج C B I یعنی B صفر رو میخونش برابر است با C آی میخونش. C توش اگه A بذاره چون ما تو A یه چیز داشتیم دیگه، تو C که چی نداشتیم. خب این پرینت B که هیچی B صفر میخونه برابر K پرینت B. حالا نمیم بقیش نمیشه چی؟ همونطور در خروجی برنامه‌تون نشون خروجی ما به صورت لیست هستن که یکم بزرگترش کنم. همونطور که در خروجی برنامه در محیط پایتون مشارکت خروجی‌ها این بار به صورت لیست هستن که محتوای اولیه خانه آنها با حروف رشته آ برابر است. منتها تفاوت این است که امکان تغییر تک تک اعضای آن را با استفاده از گروشه و دستور انتصاب مساوی داریم و دیگر با خطای مواجه نمیشه. اینو نوشته. خب گفته لیست اولیه S A L A M هست. لیست دومی میشه K L. اینجوری ببینم چی نوشته. کلام. 20 برای K قرار داده. بخونیم اینجا. خب لن آ که 5. خب اینجا بی آی بی صفر رو میخونش برابر سی. این ای باید باشه. الان ای نوشته درست میشه. خب هیچی بس اینو اصلاح کنید. میگم این چون اگه این باشه که ارور باید بده. بچه‌ها نوشته بس اینا اصلاح کنید. اگه این درسته همش انجام میشه فقط خونه اول رو به جای اس کا میشه سلام میشه چی؟ کلام. لیست اولی مورد. تفاوت دیگه که احتمال متوجه تفاوت در قالب خروجی برنامه است که چاپ خروجی به لیست یا جدولی است. اگر شما خروجی به این شکل نمیپسندید میتونید دوباره لیست به رشته تبدیل کرده و محتوای رشته در خروجی چاپ کنید نظیر برنامه پایین. یعنی گفته که اگه میخوای این شکلی نباشه
S مساوی است با S به اضافه آ آی. حالا آ هم که اینه دیگه. S چی بوده؟ توهی. توهی به اضافه میشه خود همین سلام رو چاپ میکنه. اوکی. این که راحت، چیز خاصی نداشت قبلیه. برنامه بریم که یک رشته را از کاربر بگیرد و هر جا در رشته با حرف A برخورد کرد به جایش حرف B قرار دهد. برای انجام این کار باید رشته ورودی رو به لیست تبدیل کنیم. سپس هر جایی کاراکتر A دیدیم جای آن کاراکتر B قرار دهیم. گفته چی؟ N مساوی است با اینپوت تعداد اون رشته که میخواسته، چون رشته بوده میگیره. T مساوی است با لن N. اگه مثلا من وارد کردم نمیدونم هم بودم سلام، دوتا A داره دیگه. T مساوی است با لن N. چند تا؟ هم 5. M مساوی است با یه توهی ضرب در T، یعنی یه لیستی درست میکنه 5 کاراکتری که جای این قرار بگیره. for C in range T اگر N صفرمین خونهش برابر A بود اولین خونه، میگه M اولین خونهش برابر B بشه. در غیر این صورت M اولین خونهش مساوی است با N اولین خونه، یعنی همون که خودش بوده رو جاگذاری کنه. اگر که نه حلقه باز تکرار میشه. خیلی راحته دیگه. این میشه دقیقاً دستور کنترل اچ کامپیوتر وردینا که شما ریپلیس میکنید، جایگزین میکنید. یعنی میاد هم فایند میکنه، بعد پیدا میکنه و بعد جایگزین میکنه با اون حرفی که میخوای انجام بدی. اینا اینجا فور سیپ که این یعنی هم به جای آی دیگه متغیر شمارنده اون چنده؟ این صفره. ان مگه دریافت نکرده بودیم؟ ان اینپوت مثلا وارد کردیم امیر حسین، درست شد؟ امیر حسین یه ای اول داریم آخرش هم اینجا. بعد امیر حسین حالا مثلا فکر کن 15 کاراکتره. تی مساوی لن ان میشه، پس تی مساوی 15 میشه. بعد میگه ام مساوی است با توهی ضرب در تی، یعنی یه لیست خالی داره ایجاد میکنه به تعداد کاراکترهای لیست اول، چون میخواد جایگزین کنه دیگه، عوض کنه. تو مثلا میگی آقا من از این روش میتونید برای ایجاد رمز استفاده کنید بچه‌ها. مثلا من میخوام اسممو بدم به کامپیوتر، میگم نام خود رو به کامپیوتر داده و یک رمز سخت دریافت کنید. بعد به کامپیوتر میگه هر جا ADD ادساین بذار، هر جا STD عدد 3 بذار، هر جا مثلا ODD به جای 0 بذار. حالا امیر حسین در نظر ببین چی میشه؟ ادساین M به جای آی هم علامت تعجب بشه، ادساین M علامت تعجب R H 0 S تری 0 این حسین آی باز میشه علامت تعجب ای ان. یعنی شما به کام میگه آقا به من اسمتو بگو بده رمز سخت بدم، هیچ کدوم نتونه پیدا کنه. میتونیم دیگه همین اصلا به نظر من یه پروژهش بکنید، رمزنگاری، اینکریپشن، همین کاری که بیت لاکر در ویندوز انجام میده. پس ببین چقدر ما برامون یه چیز گنده و خیلی بزرگ به نظر میرسید، یه دقیقه بهش فکر کنید کار خاصی نکرده که. بعد وقتی رمزگشایی میخواد کنید، دیکریپشن میکنید، چجوریه؟ اون اصولش توی برنامه‌نویس میدونی، میگه آقا من این کارو کردم و هر مثلا این علامت‌ها رو دارم، همه حروفو معادل عددیش اینا رو در نظر گرفتم. حالا 3 تا روش رمزنگاری هم دارم، روش خوشرو دارم، روش امیر حسین نظری دارم، روش امیر حسین نمیدونم شاطری دارم، روش شجاع دارم، روش قنبری دارم. 20 مدل روش دارم، هر کدوم یه روش ارائه میکنید منحصر به فرد، هیچ جای دنیا هم بهش دسترسی نداره، مغز توه. حالا اینو گفتم که الان چون شما سوال پرسید الان مثلا این اتفاق میفته، جا افتاد. حالا امیر حسین رو پیدا میکنه، میگه از خونه اول رشتت برو جلو. میرم جلو. خب میگه اگر خونه اول N امیر حسین خونه صفرمش مساوی آ بود، میگه امیر حسین بله مساوی آه، برابر انتصاب مساوی برای مقایسهش کنه. بیا برو تو لیست دوم که ام ساختی خالی بود، به جای A B بذار. امیر حسین میشه بمیر حسین. یا شرمنده خودت دیگه، اسم خودت.
در غیر این صورت همون اسم خود حرف خودتون میذاره و یعنی برای همه اون حروف رو تکرار میکنه مگر آ باشه. مثلا آرمان میشه باربان مثلا، درست شد؟ اینجوری میشه. باربان هم نمیشه، بارمان. نه مثلا آ نمیشه دیگه. آرمان میشه بارم بی ان. آره در به داغون میشه، در هر صورت میخوره به در دیوار طفله. چی؟ چرا خودش هم میشه، چرا نمیشه؟ اصل فایل به هم نمیزنه دیگه، اسم شخص رو داره به لیست تبدیلش میکنه، بعد داده نمیخواد اصل اطلاعات از بین ببره. رشته نمیتونی تغییر بدی، بعد به لیست تبدیلش میکنه و اینجا استفاده میکنی، چون یه لیست دوم درست میکنی. پس این الان یاد گرفتیم. یه پروژه هم الان بهتون دادم، پروژه رمزنگاریه. بیاد با ذهن خودتون یک رشته از کاربر بگیرید و توی برنامه هست دیگه پسورد کریتور هایی که هستش تو سیستم ها، مثل اتنتیکیشن هایی که هستش، مثلا میگه آقا من میخوای رمز سخت مثلا بهت پیشنهاد بدم، تو حتی نرم افزار هست، میخواد خیالش راحت بشه شما رمز کسی بهت دست پیدا. 32 تا ایف که با الیف میتونی بنویسون رو کار ندارم. این که اون میشه رمزنگاری مظاهری. تصورش اینه که بیام 32 تا بنویسم. یکی میگه نه آقا حالا کار ما خیلی سخت نیست، ما مثلا آفرین مثلا اصلا میدین مثلا من برای نمیدونم 6-7 از حروف برام مهمه که این کارو بکنم. مثلا معمولا دیگه مثلا یه سری از حروف در همه اسامی بالاخره تکرار میشن، مثلا غیر ممکنه که از این 10 تا کاراکتر تو هیچ اسمی نباشن، حداقل یکیش هست. یا مثلا میتونم بگم اصلا هر اسمی که بود، حواسه به منه بگین سختش نکنم، هر اسمی اومد ادساین رو به صورت تصادفی یه شماره عدد تصادفی برام ایجاد میکنه، میگم این شماره عدد تصادفی یه شماره یکی اندیسای این رشته، مثلا یه عدد مثلا یه دفعه 3 به دست میاد، میگم حالا به دست اومد، بعد یه لیستی دارم از ادساین و علامت تعجب و نمیدونم نامبر ساین و علامت سوال و نقطه و همه اینا، میگم که به صورت تصادفی یکی از خونه‌های لیست رو انتخاب کن و به صورت تصادفی یکی از این کاراکترها رو جایگزین کن. اون وقت دیگه خودت هم نمیدونی کدوم. این همین الان فکر کردم همین الان، چون اونجوری دیگه نمیام 32 تا بنویسم. یه 32 تا کاراکتر دارم، میگم به صورت رندوم یکی از این 28 کاراکتر از انگلیسی 28 تا کاراکتر انگلیسی یکیشو انتخاب کن، بعد بیا تو این جدول یکی از علامت‌ها رو جایگزین کن به صورت تصادفی رندوم. واویلا. بعد یه دونه علامت اضافه کردی، باز به صورت تصادفی یکی از عدد 0 تا 9 هم کنارش اضافه کن. اینجا تکرار کن. کاراکترام لیستم هم مثلا 8 تاییه، حداقل 8 تا رمز. خب این از این. پس پروژه رو این رمزنگاری یه دونه بنویسید و در موردش صحبت کنیم. اینه بعدیش درست بود اینجا. اینو نخوندیم. اینو خوندیم؟ این 62 بریم جلو. 65 درسته. 66 خب نه این چی بود؟ اینم گفتیم دیگه، همین الان اینو گفتیم. 67 خب گفته عملگر پرکاربرد 2 نقطه در زبان‌های بنانویسی که حالا به غیر از پایتون باشن، برای جداسازی بخشی از رشته از سمت چپ یا راستی و یا میانه رشته دستورات مختلف و پرشماری استفاده می شود. اما در زبان محبوب پایتون تنها با استفاده از عملگر 2 نقطه همه این کارها امکان پذیر است. این خیلی جالبه واقعا. منم وقتی دیدم دفعه اول خیلی خوشم اومد. مثلا شما
نوشته که میثم نظری. اگه بخوای میثم رو از نظری جدا کنی باید در زبان‌های دیگه بنویسی، مثلا ال تریم، تریم یعنی برش، ال تریم بنویسی، بگی از سمت چپ ال تریم مثلا 7 تا 5 تا ام ای وای اس ای ام مثلا 6 تا اسم منو میگی ال تریم کن از این رشته‌ای که داشتی 6 تا شد، میثم رو جدا میکنه. بعد بگی آر تریم از سمت راستم مثلا 5 تا جدا کن، مثلا میشه نظری، مثلا یه همچین حالت. آر تریم، آر تریم مثلا، آره مثل حالا من تو ویژوال بیسیکش تو ذهنمه. اما اینجا میگه نه، آ مساوی سمپاده، پرینت کن آ رو 0.3، یعنی به اندازه 3 تا کاراکتر از اول تا 3 تا کاراکتر، این از 3 تا 6، این نوشته -1، یعنی از انتهای رشته اندیس منهای 2 به کاراکتری که مونده به آخر اشاره میکنه. این -1 یعنی از اون ور. بله اینجا رو دقت کنید که مثلا نخوان SAM اگه 0 تا 3 باشه میشه 0 1 و دومیش سم برای سبب. خط سوم برنامه نیست، گفته از 3 تا 6 یعنی پاد 1 2 3 از پی شروع میشه PAD، چون از 0 شروع میشه 3 میشه 4 خونه دیگه. در نهایت خط انتهایی برنامه هم حرف آخرش یعنی D را برای صفحه چاپ میکند. یه بار دیگه اندیس -1 در پایتون به کاراکتر انتهای رشته، اندیس منهای 2 به کاراکتر یکی مانده به آخر و غیره. یعنی از انتها هم بخوام شروع کنم -3 میشه چی؟ این D -1، A -2، P میشه -3. بله. آ مساوی است با اینپوت، یه رشته میگیریم باز مثلا سلام، تی مساوی است با لن آ همون 6. for سیب این رنج 0 تا تی، یعنی از 0 تا 6 2 تا میخواد بره جلو، میگه چاپ کن سیب 2 نقطه سیب به اضافه 2. چه اتفاقی میفته؟ از 0 تا 2 بعد 2 جدا میگه این پس چیکار میکنه؟ الان چیکار میکنه برنامه؟ کاراکتر هامونو 2 تا زیر هم چاپش میکنه. این هم بنویسید ببینیم این اشکالی نداشته باشه. آها این هم برنامه خوبه. اینکه گفتی حروف صدادار الان اینجا به درد میخوره. برنامه بنویسید که رشته رو از کاربر بگیرد و آن را از اولین حرف صدادار به 2 قسمت تقسیم و سپس نمایش داد. یعنی شروع میکنه حروف صدادار چی هم بچه‌ها؟ A I E U W. اینجا نوشته A E I بعد U این اشتباهه، این اوه فکر کنم او و آرم جدا صدای حروف صدا داره، پس این اشتباه. نه این میخواست، این اشتباه تایپی شده، بذار درستش کنیم. J سیب مساوی است با I اور J سیب مساوی است با O. این آرشو بردارید، یه اور J سیب، این یه دونه او یه جا انداخته دیگه، این او رو بیارید بیرون اون حالا نقد قول ها و درست میشه. گفته J مساوی است با اینپوت، رشته رو دریافت میکنه. مثلا اگه اسم من باشه میثم بنویسیم M دومش میشه ای دیگه، درسته؟ سی رو مساوی 0 قرار میده و بعد اولش نیافتیم مساوی ترو، یه متغیر یه پرچم گذاشته به نام پیدا کردم یا نه. مثلا نیافتیم، پیدا نکردم، میگه نه پیدا نکردم چون هنوز شروع نشده.
میگه تا زمانی که نیافتیمه، یعنی این تو رو مونده، اگر جی یعنی رشتهت خونه صفرمش مساوی آ بود یا مساوی ای بود یا هر کدوم از این حرفا بود، دی مساوی سیب میشه. دی نقطه یا محل پیدا کردنه. دی مساوی صفر میشه. فعلا پیدا نکردیم، نه یا همینجوری مونده. بعد دی مساوی صفر نمیشه، حلقه تکرار میشه، وایل میاد بالا. درست شد؟ دی میخواد بگه مثلا تو کدوم کاراکتر پیدا کردی. نخواهی شد؟ نه اینجا هر دفعه این کارو تعریف اون سیب سابق بمونه، وقتی اون پایین سیب به اضافه یک بشه دیگه ما نداریم. آره وایل وقتی که تموم میشه که تا آخر کدا رو اجرا کنه، میخواد دی رو داشته باشه. پس باید بدون کجاست دیگه. آره آخرش تغییر کنه. پس الان اینجا لیست اون چی شد؟ جی مساوی میسم. حل سیب مساوی صفر، حلقمون شمارندش. نیافتیم چیه؟ چون هنوز پیدا نکردیم حروف صدادار، پیشفرض توروه. میگه اصلا حروف صدادار نداریم، چون نداریم هیچی هم پیدا نکردیم، پس تورو. بعد با استفاده از وایل میگه تا زمانی که هیچ حرف صدادار ندیدی پس نیافتیمه. برو بگرد اگر تو لیستمون خونه صفرمش اینا رو وجود، مثلا یکی از اینا بود، اگه یکی از این اتفاق افتاد، دی یه متغیری برابر سیب قرار بده. بگو مثلا اولین خونه شد، دومین خونه رفت مثلا، و بعد بیا نیافتیم فالسش کن، یعنی پس دیگه رو پیدا کردم. بعد اینجا چی گفته؟ اگه آره میگه اگه سیب مساویه لن جی منهای یک، یعنی اون شمارنده حلقه‌ای که داریم، رسیدیم به انتهاش، طول رشته رو حساب کن. مثلا میسم M E I S A M 6 تا کاراکتره. اگه رسیدی به 6 منهای 5 رسیدی به اونجا، اینجوری بود، نیافتیم مساوی فالس بود، سیب مساوی با سی به اضافه 1، یعنی برو خونه بعدیشو آخرش، اینجا جدا میشه دیگه. بعد چقدر طولانیه، باید نوشته رو کاغذ. خب اجازه بدید اینجا، نه این که با اینه، این میگی این مال این بالاست. اگه پیدا کنه یه دونه اضافه میکنه، میخواد برسه به انتهای لیست، میگه خونه یه دونه مونده به آخر، با آخر داره کنترل میکنه. خب یه بار دیگه از اینجا برسیم. من اینجا یه جا یکمش داستان دارم. میخواد پیدا کنه این حلقمون، این وایلمون شروع شد. خب اگه پیدا نکرد چی میشه؟ نیافتیم. اگه پیدا کنه نیافتیم میشه فالس. فالس بشه که دیگه این اجرا نمیشه، میاد کجا؟ میاد سیب مساوی سی به اضافه 1. درسته؟ پس جی خب کدوم ایف بعدی میره؟ نه نباید بشه، نه نباید عمل کنه، نه دیگه. وای تا زمانی نیافتیمه اتفاقا نباید عمل کنه دیگه، پیدا کرده. ببین نیافتیم مساوی تروه، برعکس دارید میگید. نیافتیم مساوی تروه یعنی این که من هیچ چیزی پیدا نکردم. اگر تو اسم تو خونه اول ام، اسم منو چک میکنه، ام هیچ کدوم از اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، پس این دوتا خط اجرا نمیشه. بعد چی میشه؟ اینم اجرا نمیشه، میاد اینجا سیب میشه سی به اضافه 1، یه دونه خونه میره جلو، میاد بالا، باز میگرده. آیا تو اسم من یکی از اینا هست؟ میگه آها هست، بله پیدا کردم. حالا پیدا کردم دی مساوی 1 میشه، چون اسم من ام ای حرف دومم، اندیس من سی به من میشه 1. نیافتی میشه فالس دیگه، این تغییر میکنه.
بعد میگه اگر سیب یعنی خونه من یک دیگه دقیقاً برابر بود با طول رشته منهای یک، اگه بود نیستش دیگه، برابر که نیست، نیافتیم و مساوی فالس قرار بده. این برای چی استفاده شده؟ میخواد به انتها برسه. آره خب آره این الان شده اگه این یکه برابر طول رشته منهای یعنی 5 شد که نیست، نیافتیم مساوی فالس کن که نیست، پس فالس اینجا نمیکنه ها. ولی این برای بعد از این اگه حروف ساده دارم نداشت باید تمام بشه، به خاطر این داره میذاره. سیب مساوی میشه با سی اضافه که اینجا دیگه کار نداریم، پس ما اینجا برسیم باید این بیاد بیرون. بچه‌ها این نیافتیم مساوی فالس که بشه دیگه این اجرا نباید اجرا بشه. نه میگه از این لحاظ نیاز نداره به نظرم. وقتی نیافتیم مساوی فالس که شد از این... خب نه گفته تا مکان اولین حرف صدادار رسید قسمت اول رشته رو باید جدا کنه. خب من اولیش پیدا کردم، وقتی پیدا کردم نیافتیم باید فالس بشه. حالا من شاید ذهن من اشتباه میکنه، ولی حالا اون که من از سوال دارم میگه از ابتدای رشته تا مکان اولین حرف صدادار، یعنی اما گذاشته کنار رسید به ای، به ای رسید تو رو باید تمام بشه دیگه. حالا تا اینجا رو متوجه شدیم. آ رو پیدا کرد، ای رو پیدا کرد، فالسش میکنه، بعد میگه اگر به انتهای رشته رسید که حالا ما نرسید به این کار اجرا هم بشه خیلی فرق نمیکنه، سی و یه اضافه کن، جی یک یعنی رشته اول مساوی است با از خونه صفرم تا خونه اینجا جوابش اینجاست. اولین بخش جمله من که جدا میکنه میشه ام ای، کجا میشه؟ از خونه صفرم یعنی ام تا خونه دی. خونه دی چی بود؟ خونه یکم بود دیگه. از ام تا دی رو برمیگردونه، ام ای رو برای من ام خالی رو برمیگردونه، چون دی میشه یک، یه دونه کمتر میشه یکیشو برمیگرده، ام رو برمیگردونه. جی دو چی میشه؟ از خود دی یعنی از ای شروع میشه ام جدا، ایسم جدا میشه، ایسم هم اینجا جدا میشه. بله یه مشکلی دارم خدا آمرزم. بله من که باش زیاد مشکل دارم، ولی خب حالا این ایف دومی که گذاشته اگه حرفم پیدا نکرد بزنه بیرون. آره وقتی حرف پیدا نکنه مثلا حالا همه رو ام و این بگیریم 5 تا ام اول رو چاپ میکنه، اون یه دونه آخری رو تو خط بعدی چاپ میکنه، یعنی اول آخر یکی مونده با آخر رو تو خط دوم. چون دی بالاخره حالا یه چک بکنید، من اینو خیلی چکش نکردم، فقط من می‌خواستم جمله جدا کنم. الان یه اسم دیگه بدین. اسم کوچیک چیه شما؟ زینب. بازم زد ای نه اسم چی بود؟ علیرضا که همون اولش جدا میشه هیچی. مظاهر اسم کوچیک چی بود؟ ریحانه. آر این تو که هیچی هست. حسین. آها به نام شادمهر، جی مساوی شادمهر شد، پس اس اچ دو تا حرف اولمون رو چک میکنه، یعنی سی خونه صفرمش که حروف صدادار نیست، خونه اولش هم نیست، خونه سومش میشه حروف پس میاد اس اچ رو اینجا با جی یک میاد جدا میکنه، میگه از خونه صفرم تا دیوم، صفر تا سه میشه صفر و یک دیگه، دومیش جدا نمیکنه. بله اینجا دیگه تو حلقه برای چی باید صفر بشه؟ نه وایله سیب باید صفر بشه، به این ربطی نداره. میاد نه منظور اگه بخواد تغییرم بخواد صفر، سیبه که تو حلقه شمارنده اون رو صفرش میکنه، میاد بیرون صفر میشه میره، بعد تازه حلقه تمام بشه، تمام نشده که. وایل اون میشه جی صفر تا دی، اس اچ رو جدا میکنه میشه قسمت قبل از حروف صدادار، از خونه دی یعنی ای که باشه آدمهر مثلا میفته قسمت بعد دوتاشو با هم چاپ میکنه. این که حالا میفته توی یه خط بعدی چاپ میکنه دیگه خودتون چک کنید. بذار من یه تیکر نیا کنم. بچه این برنامه رو بنویسید که زوم هم کنیم، اینو حتما بنویسید ببین نتیجه چی میشه.
تبدیلات ضروری در برنامه پایتون به کمک دستور str از کلمه استرینگ میاد دیگه. میتونه معادل رشته‌ای یک عدد را به دست آورد. دستور اینت هم عکس این عمل را انجام داد و مقدار عددی یک رشته را در صورت امکان برمیگردن. مثلا اگه 123 داریم رشته‌ای باشه داخل نقل قول باشه 1 2 3 اونو برای من به عدد تبدیل. اگر هنگام دستور با دستور این رشته شما شامل حروف غیر عددی و یا حتی عملگر ریاضی باشد این دستور چیزی به شما بر نمیگردن و بنا با خطا متوقف میشد. اینجا بخونید بچه یه بار دیگه. گفته که دستور اینت هم عکس str عمل میکنه. str چیکار میکنه؟ معادل رشته‌ای یک عدد رو به دست میاره. مثلا شما 3522 عددتونه. str میدین 3522 رو داخل نقل قول قرار میده، داخل کوتیشن قرار میده، پس همیشه میتونه انجام بده. اما دستور این چیکار میکنه؟ برعکس عمل میکنه. اگر اون عدد شما داخل نقل قول باشه به عدد معمولی تبدیل میکنه. حالا میگه به خاطر این گفته در صورت امکان، این کلمش مهم. توجه داشته باشید اگر هنگام کار با دستور اینت رشته شما شامل حروف غیر عددی و یا حتی عملگرهای ریاضی به اضافه اینو باشد این دستور چیزی به شما بر نمیگرده و خطا میده. این نکته مهمه. مثال زده. گفته فرض کنید میخوایم برنامه بنویسیم که ارقام یک عدد را از سمت راست به چپ جدا جدا زیر هم بنویسه، یا حتی میخوایم سه رقم جدا کنه. مثلا 2,323,222 مثلا ریال. مثلا برای نوشته این برنامه دو راه پیش روی شماست. یک راه استفاده از معلومات سال گذشته و با عملگرهای ریاضی به شکل زیر. میگیم آ مساوی است با اینت اینپوت فلان. یه رشته رو شما میگید 1 2 3 4 5 6، بعد چون رشته است با اینت به عدد تبدیل میکنه و آ میشه اون رشته شما 1 تا مثلا 9. میگیم تا زمانی که آ بزرگتر از صفره پرینت کن آ رو با باقی تقسیم 10. چیکار میکرد؟ جدا میکرد، یکان رو جدا میکرد. بعد آ مساوی آ دایو 10 میکرد، اون با خارج قسمت اون باقی هست خارج قسمت رو میورد. این پارسال چند تا برنامه اینجوری داشتیم. اگه کسی واقعا یادش حتما به فیلم مراجعه کنه، به کتاب مراجعه کنه، میدونه. حالا اومده به یه روش جدید. میگه آقا حالا میخوای جدا کنیم، پارسال رشته ها رو بلد نبودی، امسال رشته ها رو هم بلدی. آ رو دریافت کن، یه رشته از 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب کا مساوی است با لن آ. میگه تو رشته 9 تا از آی تا رنج کا منهای 1 و با گام تا منهای 1 و گام منفی 1. یعنی از انتها شروع کن، یکی برگرد عقب و اونا برای من چیکار کن؟ چاپش بکن. مشخصه دیگه. اگه 9 باشه 9 من 1 میشه چی؟ 9 باشه میگه اگه از 1 تا 9 باشه 9 منهای 1 میشه 8 دیگه. 8 از خونه هشتمش اندی. خب الان آی چنده؟ مثلا من از یه لیست داشتم 1 تا 9 بود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یه چیز نوشتم. آ مساوی 1 تا 9 جانم. یه لیست 8 تایی وقتی داشته باشه از 0 تا 7 میاد. این کارمنهای یعنی خب من همینو گفتم دیگه. از من 1 تا 9 داشته باشم عددام از 8ش باید بخونین دیگه، چون یه دونه کم میکنه دیگه. 0 تا 8 میشه. محمد متوجه شدی چی شد؟ نکن. من رشته که اول گرفتم گفتم اصلا 0 تا 9 اینجوری بهتر نیست؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا میشه دیگه. لیستم چند تاییه؟ 10 تایی. حلقه من کامون چند میشه؟ میشه 10.
for I in range شروع با کا منهای یکی 10 منهای یک میشه چند؟ 9 9 چون از 0 تا 9 میشه 10 دیگه. پس یه دونه کم میکنه که خونه آخر هم بخونه دیگه، میشه 9 9 میخونه چنده؟ عدد 9 یا هر عددی که دیگه میخواد باشه. نوشته بود. حالا این نوشته یکی دیگه برمیگرده عقب 9 برامون چاپ میکنه، بعد 8 7 6 5 4 3 2 1 0 دو گام به گام به عقب برای من جدا میکنه. ها نه یه چیزی میخوام پیدا کنیم. آره پسرم گفت کدوم میگی؟ این کدی صفحه 64 این آن چه میکنند؟ یه دست برنامه بنویسی یک رشته از کار به حرف آن را از آخر رشته. آره جواب 64 دست به کارش من.